سازمان تروریستی دولت اسلامی دویش مسئولیت عمله مرگ طلبانه روز 12 دکبر سال 2022 در میمانخانه بسیار قبطه کابل لانجان در پایتخت افغانستان را بر دوش گرفت و گفت این حمله را که دست کم 3 کشته به جا گذاشت 2 مرگ طلب انجام دادند. دویش گفت هر دوی آنها از تاجیکستانند. به گفته شاهدان روز 12 دکبر از میمانخانه کابل لانجان که اکثر باشندگانش صاحبکاران خطایی اند صدای چند ترکش و هم صدای تیرپرانه به گوش می رسید. اسم مرگ طلبان گفته نشده است و مقامات تاجیکستان نیز تا کنون این ادعای دویش درباره دست داشتن زادگان این کشور به میمانخانه کابل شرح ندادند. ولی در عکس نشر شده در صحیفه‌های مربوط به دویش عکس 2 جوان که یکیش عینکیز و هر دو در یک دست پیستوله داشته یک انگشت دست دیگری خود را به نشان توحید بالا برداشتند. در پهلوی هر کدام آنها همچنین مواد ترکنده برای استفاده آماده گردیده دیده میشد. دویش در اظهاراتش گفت عضو این سازمان تروریستی به میمانخانه بزرگ که دیپلمات‌ها و صاحبکاران خطای در کابل آنجا زیاد می‌ایستند حمله آورده 2 خلطه پر از مواد منفجر را ترکاندند. دویش گفت یکی از این بمب‌ها در تالار پذیرایی میمانان ترکانده شد و یکی دیگر در شب نشینی با اشتراک صاحبکاران خطایی و کارمندان سفارت خطای در کابل را به هدف داشتند. میمانخانه کابل لانجان بعد بازگشت طالبان به قدرت به یک مکان اساسی بود و باش صاحبکاران چینی و یا خطایی در کابل تبدیل یافته است. نماینده پلیس کابل گفت 3 حمله‌گر در جای حادثه کشته و یکی دیگر دستگیر شدند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد نیز در توییتر نوشت همه باشندگان میمانخانه نجات یافتند، یگان خارجی کشته نشده است. تنها 2 میمون خارجی به دلیل اینکه خود را از تریزه قبط بالای میمانخانه پرتافتند جراحت برداشتند. در همین حال سازمان غیر دولتی امرجنسی NGO قرارگاهش در ایتالیا خبر داد که به بیمارستان این سازمان در کابل 21 زخمی را آوردند که 3 نفر آنها جان باختند.